بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه بیاتون باشه ما در قسمت اول داستان ام حبیبه یا رمله بنت ابی سفیان اشاره کردیم که ایشون چه رنج‌هایی کشید، بالاخره در هجرت به حبشه در چه شرایطی قرار گرفت، شوهرش اسلام رو ترک کرد و نصارا شد و به میگساری رو آورد و شرایط زندگیش به مرحله رسید که باید بین چند گزینه انتخاب میکرد. آخر خدا و رسول رو برگزید و رضایت الله رو و از همسرش جدا شده بود. تک و تنها با سختی در دور از خانواده، دور از وطن، دور از همه جا داشت زندگی رو میگذرون که گفتیم که یه روز صبح در خونش در زد. ابرهه خادمه نجاشی اومد، گفتش که بالاخره خبر داد که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه‌ای فرستاده برای نجاشی و نجاشی رو وکیل کرده که از طرف ایشون از شما خواستگاری کنه. حالا حق باش، اختیار با شماست. ایشون خیلی خوشحال شد، بشارت به خیر داد. هر چه طلا جواهری که سر گردنش داشت، گردنبندی، دستبندی و خلخالی، همه رو باز کرد و داد به این خادمه و خدمتکار و گفت اگه من گنج‌های طلا رو داشتم به خاطر چنین بشارتی همه اینها رو به تو میدادم. گفت بالاخره نجاشی گفته که من وکیل رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم برای عقد کردن، دیگه حالا خودتون میدونید هر چی می‌خواید انتخاب بکنید. اینجا بود که ایشون گفتش که بله، خالد ابن سعید ابن العاص ایشون از طرف من وکیله، چرا که نزدیکترین فرد به من در اینجا هست نسبت به کسانی که هست. بالاخره مراسم عروسی برگزار شد به اصطلاحاً عقد کنان و نجاشی در اون باغی که داشت، در اون امکاناتی که بالاخره با شکوه و جلالی که در اون قسمت داشت، این مراسم رو برگزار کردند و در خوشی و میشه گفت شادکامی و 400 درهم طلا هم اونجا چیکار کردن؟ نجاشی از طرف خودش مهر داد به عنوان مهر ام حبیبه یا رمله بنت ابی سفیان و بزرگان صحابه‌ای که در اونجا مهاجر بودن هم شرکت داشتن. جعفر ابن ابی طالب بود، خالد ابن سعید ابن عاص بود که وکیل بود از جانب رمله بودش، عبدالله ابن حذافی سهمی بود و دیگران که در اونجا بودن در این مجلس عقد. بالاخره وقتی که همه جمع شدن، نجاشی در بالای مجلس نشست و خواستگاری کرد و گفت احمد الله القدوس، من خدا رو سپاس میگم، ستایش میکنم، خدایی که پاک و منزهه، المؤمن الجبار، خدایی که حمایت میکنه، امنیت میده و قدرتمنده، و اشهد ان لا اله الا الله محمدا عبده و رسوله، و شهادت داد به الله و اینکه محمد بنده و رسول خودش که انه هو الذی بشر به عیسی ابن مریم، این محمدی که عیسی ابن مریم در مورد ایشون بشارت داده بود. و حالا صحبت شروع کرد، گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله از من خواسته که من ام حبیبه رو به همسری ایشون چیکار کنم؟ در بیارم. اگر قبول میکنید بسم الله، منم به قول معروف 400 درهم طلا، 400 دینار طلا، معذرت میخوام، 400 دینار طلا رو مهریه ایشون از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداخت میکنم بر سنت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله. و دینارهای طلا رو اونجا گذاشت جلوی خالد ابن سعید ابن العاص و خالد ابن سعید ابن العاص هم بلند شد و اون هم گفت الحمدلله احمده و استعینه، خدا رو حمد کرد، از خدا یاری خواست و استغفره، طلب استغفار کرد. ببینید کلمات اینا همش با یاد الله رب العالمین و اتوب الیه، و گفت ما به سوی خدا برمیگردیم و شهادت و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این هم شهادت کرد، ما هم شهادت میدیم که محمد بنده و رسول خدا هست و ارسله بدین الهدى و الحق لیظهره. ببینید خب در اون مجلس دیگران هم بودن، نصارا هم بودن. ببینید اینا دعوت و تبلیغ هم هست که محمد رو فرستاده بود برای بشارت به حق و آشکاری دین، علی دین کله، که بر همه این دین ها آشکار بشه و حقانیتش ببینن ولو کره الکافرون، هرچند که کافران ممکنه از این کار خوششون نیاد، اونایی که حق رو نمیطلبن. اما بعد حالا خواستگاری کردید، بله، عجب تو طلب رسول الله صلی الله علیه و آله، منم به نمایندگی از ام حبیبه این رو قبول میکنم، این خواستگاری رو، و زوجته موکلتی، و موکل خودم رو که ام حبیبه باشه چیکار میکنم؟ دختر ابی سفیان به همسری پیامبر در میارم. بارک الله لرسوله و به زوجتی، خدا به پیامبر و به همسرش خیر و برکت بده. و هنیئا لام حبیبه به ما کتب لها من الخیر. و اینجا دیگه تبریک گفت، تبریک میگیم ام حبیبه که همچین خیری نصیبش شد. بالاخره اینها بلند شدن که با این دینارهای طلا برن. نجاشی گفت نه بابا صبر کنید، اینجا بنشینید که سنت انبیا علیهم السلام اینه که وقتی که ازدواجی صورت میگیره غذایی میدند و بالاخره مردم غذایی میخورند و گفت غذا بیارید و بالاخره همه اونجا در اون مجلس غذا خوردند و بعد از خوردن این غذا بالاخره این مراسم به پایان رسید. وقتی که ام حبیبه بالاخره خونه رسید و این مال و دارایی هم که دستش اومد،
بعد به نزد کی فرستاد؟ ابرهه فرستاد، همون خدمتکار. گفت بیا که تو به من همچین بشارت دادی، 50 درهم 50 دینار طلا رو از این 400 تا من به تو میدم به خاطر این خیر و برکت بشارتی که برای من دادی. ببینید یاد بگیرید وقتی بشارتی به انسان داده میشه، انسان خوبه واقعا هدیه بده در حد توان خودش، هر کسی دل خودش ببینه چقدر هست. و میگه من موقع به تو گفتم که اگر من مالی بیشتر از این داشتم بهت میدادم. اما زیاد نگذشت که ابرهه برگشت اومد دوباره پیش حبیبه و یک جعبه ای بود، در اون جعبه همین طلا جواهرایی که روز اول داده بود بهش داده بود، این 50 دینار طلایی رو هم بهش برگردون. گفتش که بالاخره نجاشی به من گفته اینا رو ما به شما برگردونیم، ما نباید اینو بگیریم و منم نمیخوام اینو بگیرم، چرا که تازه براتون هدایای دیگری رو ما میخوایم از کاخ بیاریم. نکته قابل مهم اینه که من هم مسلمان شدم، من هم تابع دین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شدم. وقتی پیامبر رو دیدی سلام من رو هم به پیامبر برسون و بگو من رو فراموش نکنه. و بالاخره آماده کرد حبیبه رو برای این حرکتی که دیگه از اونجا هجرت کنن برن به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با اون جهاز و امکاناتی که بود. و حبیبه هم وقتی که پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داستان رو برای پیامبر تعریف کرد، پیامبر هم خیلی خوشحال شد و خندید و براشون دعای خیر کرد. در واقع این ازدواج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با حبیبه در سال 7 هجری صورت گرفت. در اون موقع میگن عمر حبیبه 36 سال بیشتر نبود که حتی ذکر شده که در قرآن آیه‌ای که اومده در مورد این عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم الموده، که نزدیک خداوند بین شما و بین کسانی که دشمنی دارید محبت ایجاد بکنه. والله قدیر و الله غفور رحیم، که خدا خیلی بخشنده است، خیلی مهربانه. میگفتن این اشاره به همین مطلبی داره که این ازدواج پیامبر با حبیبه و بعد همین محبتی که وجود داره. و جالب اینه که بین همسران پیامبر میگن از همه یک بیشتر دست به صدقه و خیرات حبیبه داشته، که و این معروف هست که نقل کردن در اون مسئله که اتفاق افتاده. و حتی جالب اینه که میگه وقتی که اون ابرهه گفت سلام برسونی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت علیه السلام و رحمت الله و برکاته، یا با همچین مضمون‌هایی. در هر صورت ایشون در سال 7 هجرت به همسری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اومد، در حالی که در خدمت دین خدا بود و در خدمت پیامبر خدا و در واقع یک بنده‌ای و ام المؤمنینی برای مسلمانانی که سرشار از خیر و برکت و رحمت بود. نکته خیلی جالبی که در اینجا وجود داره، میگه زمانی که ابو سفیان اومد بالاخره به مدینه، اون زمان اگه در تاریخ خونده باشید که زمانی بود که عهد پیمان بین مسلمانان شکست، یعنی مشرکین عهد پیمان رو شکستن، تعدادی مسلمانان رو کشتن. بعد از اون جریان بیعت رضوان و بالاخره صلح حدیبیه و اینها که بود، اینا فهمیدن که مسلمان ها دیگه حالا حرکت میکنن، جمعیت مسلمان هم زیاد بود. ابو سفیان اومده بود به هر دری که میزد، با هر کی بیاد واسطه بشه که بیاد با پیامبر صحبت کنه، کسی قبول نمیکرد. پیش حضرت علی رفت، پیش این بر اون بر. یکی از جاهایی که رفت پیش همین بالاخره حبیبه رمله، پیش دخترش رفت و رفت اون تو خونه دخترش نشست و روی اون محلی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می نشست یا همون دوشکی که می نشست و دخترش این از زیرش کشید، گفت تو نباید اینجا بنشینی. گفت این بستر پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و تو آدم مشرکی هستی و پاک نیستی که تو بخوای در جای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بشی. علیرغمی که پدرش بود. حتی گفتن نقل شده که وقتی که ابو سفیان فهمید که پیامبر از حبیبه خواستگاری کرده، خیلی خوشحال شد، چرا که خیلی مهم بود براش. و هر کار کنی، درسته که در اون موقع مشرک بود، ولی اون بحث جاهلیت عرب و بحث قبیله و بحث مقام و از این مرکب این دخترش مثلا در اونجا شنیده بود تنها شده و در این وضعیت حالا پیامبر خواستگاری کرده. خب طبیعتا خب شخصیت پیامبر شخصیت بود، این با این خوشحالی براش پدید اومده بود. در عین حال دیگه این لحظاتی بود که دیگه میگم نزدیک بود که اینا اسلام رو بپذیرن. اما این برخوردی بود که به قول معروف حبیبه با ابو سفیان کرد. گفت حالا پدر تا تو مسلمان نشدی، هرچند که تو بزرگ قریشی، هرچند که تو این گونه هستی، تا زمانی که تو مسلمان نشدی، تا زمانی که تو این سنگ و چوب و اینها رو داری پرستش میکنی، تو بدون که حرف تو حرفی نیست که به درد بخوره و کسی بخواد حرف تو رو گوش بکنه. و حتی یه نکته خیلی جالب هست که حبیبه نقل شده که خاص از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که خواهرش رو هم پیامبر به همسری بگیره، که همون بحث این ازدواج دو خواهره که قرآن رد میکنه بعد گفت چون دلش میخواست که این رحمت خیر شامل حال خواهرش هم بشه. نکته خیلی قابل تأمل، پیامبر گفت نه خواهرت بر من حلال نیست و موارد دیگری نقل شده. حتی نقل شده ایشون در زمان
فتنه هایی که در زمان عثمان رضی الله عنه اتفاق افتاد، ایشون رفت که بتونه خدمتی بکنه، کاری بکنه که از عثمان دفاع بکنه، که متاسفانه نذاشتن و شرایط بودم شرایط فتنه بود. و حتی ایشون تا زمان امیر معاویه، خلافت امیر معاویه که خلافت برادرش بود، میگن عمر کرد تقریبا در سال 44 از هجرت، یعنی 60، ایشون میگن عمرش بود 68 سال عمر داشت که از دنیا رفت. و در هر صورت خداوند ایشون مورد مغفرت و رحمتش قرار بده. یک نکته خیلی جالبی که وجود داره، حالا وقت ما هم به پایان داره میرسه، میگن در اون لحظات آخر عمرشون ایشون بود، بالاخره اون احتضاری که نقل میشه، حضرت عایشه رضی الله عنها رو به دنبالش فرستاد. حضرت عایشه رفت، ام المؤمنین عایشه گفت عایشه منو حلال کن. بالاخره اینا دیگه همسران پیامبر بودن، ممکنه بین ما حرف چیزی، عایشه گفت بابا من حلال دارم فلان، تو هم همینجوری. خوشحال شد، میگه خیلی خوشحال شدم از اینکه این حرفا از تو شنیدم. برای ام سلمه و دیگران هم همسران پیامبری که زنده بودن در اون موقع، باز هم کسی رو فرستاد به همین صورت. و این لحظاتیه که واقعا خیر و برکت و رحمت و محبت رو ما در این چهره ها میبینیم و در این نگاه ها. اینها عجیبه. حالا داستان قصه های اساطیر و خرافی نیست، حقیقت زندگی بهترین انسان ها در بهترین نسل ها و برگزیدترین انسان هاست. امیدواریم خیر و برکت و نور و رحمت اینها شامل همه ما بشه. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدا یار نگهدارتون.